حقه دوره خلق سوکه چشه خوالا بری گایدنی ما از افریقا را غلیده. اوه بری گایدنی ما. بله بسیار رایت آمدی، بسیار خوش آمدی. ما از طرف خودی، از طرف تمام پشتون برید خوش آمد درز میکنم. Very welcome. شما مهربان هستید افغان سولدر. نه خواهش میکنم صاحب، شما سر ما حق دارین، هر وقتی که خواستین ما به اختیار شماست. چشه حق داره من جواب زرار چی بیتم؟ تو چوب فاشه رمزاده. خود راست میگم من تو رو چی کنم؟ بگو. او صاحب بیا مکن میتومیدی خوره که مکمک اصابش خراب است، تو دیق نباش. اولا خیر است، تو چور تو فکر نکو، پسان آرام میشه، خودش خو میکنه. افغان سولدر شما ایره میفهمیدین که از قوم یهود هستین؟ او کستیزنترین او مردگوترین او بیخاصیتترین مردم در روی دنیا شما هستین. از شما کستیزن دیگه ایش پیدا نمیشه، زنه که تا نگاهیم. حال برو تمام قوم پشتون اینجا بیار سر لین استاد کو که ما خایای خود قلمبه در کنی تان درو کنم، در کست تان درو کنم. اوی بچه کنی رم گرفته بیار اینجا که ما شخ بگایم. خوب فکرتا بکو، باز نگی که تو شد بود. دقیقی ما جواب ضرور چی بیتم. نه از ما نمیشه نه دیگه نمیشه. همی که گفتم از ما نمیشه، ما برا زرا میتیم، فهمیدی؟ بیا او بچه تو بیتی امیر کن بیتی، فهمیدی؟ امیر خوب شخ کن بیتی. او نه ورور جان از ما کن پاره کولای تا گو میخوری تی پدر نالت. برو کن بیتی آدم واری که گفتم کن بیتی این سیاه سختره. وی بیا او بچه که باز ما برد قول میتون بعد از گایدن ترکت خودم گرفته با افریقا و برو ما. دقیقی حالا هیچ کس راضی نمیشه برازی کن بیته. خواره که ما جواب داد، بیادره که ما جواب داد، خیمه چی کنم؟ خیلی یک ما هم نمیتون دیگه، یک برا زارو میتون خوب بس است دیگه. اون از زارو زیر درخت های استاده سال اونو میای بری گایدنی ما این اشتکا و زن و مرد خود اینجا قطار کردیم سر لین بیای شخ بگایا. خوی میده بشار بری ازبکا من دیب کنها بگایا. اوی طرف خواره که مزدوست که رزارال نداره چه اجد که به افریقایی بیته. والله تو نمیشه یک کار خوب بیا بکو، بیا همی افریقایی رو تیر بیر. سیا پتاق از ما تو نشد نزنی مرا. دلم از بکشمید، فهمیدی دیگه نبیا اینجا، مرا که رزارا بحث هست. او کستیزن آرامی بیش قرال مر مندازی پایین. اولا چوب سیا پتاق سیا سختی افریقایی مگه شوارای مرا دور دیدی که تو بری گایدنی ما آمده. بگو لا تو میخوای تمام قوم پشتون سریکیری هزارا موری تزبیه جور شوه؟ زود جواب مرا بیتی. بکشی نکشی ما گایدن خود میکنیم، یا مرگ یا پیروزی. این مردم از جان خود بخی تیر هستن، ای چی رکم مردم است؟ دقیقی حالا گیر نکشیم چی خواهد شوه قبی گویا. چطور است دختر؟ بکشمش؟ برو خیسایی برو سایی. ما پشتون برای شما نمیدیم میفهمی؟ کمر شخی هزاره دیگه هیچ کس نداره. زن پشتون وقتی گایدن میگن خدای دی پاره.